با درود خدمت دوستان عزیزم، میخوایم یک کراپ کار کنیم. من برای این کراپ از نخ میامی استفاده کردم و قلاب شماره 3. نخ میامی یه نخ ایرانی مثل اکریل تاب و نخهای دیگه هستش. ببینید به اندازه 1/2 دور سینه از اینجا تا اینجا، به اندازه 1/2 دور سینه شما باید زنجیر بزنید. منتها برای که این الگو رو کار بکنید زنجیراتون مضرب از 6 به اضافه 3 باشه. مثلا فرض کنید 30 تا 5-6 تا میشه 30 تا به اضافه 3 33. من الان برای یه سایز متوسط دارم کار میکنم با این نخ. شما با هر نخی میتونید کار بکنید. با این نخ من این قسمت جلوشو بافتم، قسمت پشتش هم مثل قسمت جلو هست، فقط یه مقدار یقش گودیش کمتر هست. براتون شروع میکنم، الگو رو میبافم، به یقم که رسیدم بهتون میگم که باید چه کار کنید. خب من برای این سایز مضربی از 6 به اضافه 3 63 تا دونه زنجیر انداختم. پس ببینید 63 تا زنجیر میندازم، یه حلقه درست میکنم و شروع میکنم به زنجیر زدن. 63 تا زنجیر میزنم. 1 2 تا 63 تا 63 تا زنجیر زدم. از زنجیر چهارم شروع میکنم. ببینید 1 2 3 از زنجیر چهارم شروع میکنم و یک ردیف، یک رج پایه بلند کار میکنم. ببینید توی هر دونه یه پایه بلند میزنم. به این صورت تا آخر رج. تا آخر رج پایه بلند ببافید. و اما راه 2، 4 تا زنجیر میزنیم. 1 2 3 4. این 4 تا زنجیر به عنوان یه پایه بلند و یک زنجیر حساب میشه. بنابراین این دونه رو به خاطر این پایه بلند جا میذاریم. 2 تا دونه دیگه هم جا میذاریم و تو دونه بعد 4 تا پایه بلند میزنم. ببینید این 1 این 2 این 3 4 تا pایه بلند. بعد از اون یه زنجیر میزنم، 2 تا دونه جا میذارم، توی دونه بعد یه پایه بلند و تکرار میکنم. یه زنجیر میزنم، 2 تا دونه جا میذارم، تو دونه بعد 4 تا پایه بلند. 1 این 2 این 3، یعنی تو یه دونه 4 تا پایه بلند. این 4 تا درست شد. دوباره یه زنجیر، دوباره 2 تا دونه جا میذارم، یه پایه بلند. این تکرار میشه، یعنی یه زنجیر میزنیم، 2 تا دونه جا میذاریم، 4 تا پایه بلند. 1 2 3 4. مجددا یه زنجیر میزنیم، 2 تا دونه جا میذاریم، یه پایه بلند تا آخر راه. دوستان ببینید در آخر این 2 تا جا میذاریم، اینجا پایه بلند زدیم، 2 تا جا میذاریم، 4 تا پایه بلند تو دونه بعد. 1 2 3 4. دوباره یه زنجیر میزنیم، 2 تا دونه جا میذاریم. ببینید 1 2 بالای این زنجیر سوم شروع یه پایه بلند میزنیم. اما دور بعد 1 2 3 4 5 تا زنجیر میزنم، برمیگردم. ببینید روی این یه خوشه 4 پایه بلند نمیزنم، یعنی نخ میگیرم، توی این دونه اول میرم تا نصفه میبافم، میرم تو دونه بعد تا نصفه میبافم، میرم تو دونه بعد تا نصفه میبافم، تو دونه بعد تا نصفه، یعنی 4 تا پایه بلند نصفه. نخ میگیرم، همه اینا رو با هم یکی میکنم. به این صورت میشه. 2 تا زنجیر میزنم و یه پایه بلند رو پایه بلند رج قبل. دوباره 2 تا زنجیر، دوباره خوشه رو تکرار میکنم، یعنی یه پایه بلند نصفه، این یه پایه بلند نصفه، اینم یه پایه بلند نصفه، اینم یه پایه بلند نصفه. همه رو با هم یکی میکنم. تمام. 1
2 تا زنجیر میزنم، یه پای بلند روی پای بلند بعدی، دوباره 2 تا زنجیر میزنم و این کار رو تا آخر رج تکرار میکنم. دوستان در آخر 2 تا زنجیر رو میزنم. بعد از اینکه یه خوشه آخر رو زدم، ببینید اینجا 4 تا زنجیر زده بودم، یه پای 2 تا زنجیر رو این قسمت حتما میزنم. اینجا روی زنجیر سوم یه پای بلند کار میکنم تا مثل شروع کار بشه. خب الان یک رج روی این پای بلند کار میکنم. ببینید 3 تا زنجیر به عنوان یه پای بلند حساب میشه. برمیگردم، ببینید اینجا 2 تا زنجیر داشتم و باید توی این زنجیرها هر کدوم یه پای بلند بزنم. این یک، اینم یک دونه، این میشه 2 تا. یک دونه هم بالای این خوشه میزنم. دوباره اینجا 2 تا زنجیره داشتم، این یک، این 2. توی زنجیره ها میذارم، توی فضا نمیذارم. دوباره بالای این پای بلند یک دونه، دوباره 2 تا زنجیر، یک، این 2، یه دونه هم بالای خوشه. خیلی خوب، به این ترتیب این رج رو تا آخر میبافم. خب دوستان ببینید در حقیقت 3 تا رج کار ما هست. یه رج پای بلنده، یه رج 4 تا زنجیر، 4 تا پای بلنده، یه رجب خوشه است، بینشون هم یکی یه پای بلنده. حالا روی این نگاه بکنید، ببینید من یه گل، 2 گل، 3 گل، 4، 5، 6 تا گل بافتم تا حلقه آستین رسیدم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا، ببخشید، تا به حلقه آستین رسیدم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا گل، 5 تا گل بافتم به این صورت. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. شما 5 تا ببافید. بعد من میام، چون پشت تا حلقه آستین باید ببافیم، با رج پای بلندم تموم کردم. بعد اومدم قسمت حلقه آستین رو در بردم و یقه رو در بردم. اینو تا این قسمت ببافید و برگردیم. خب اینو ما پشتشو به اندازه جلوش تا زیر بغل بافتیم. حالا میخوایم زیر بغل رو باز کنیم. ببینید در حدود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 به هر حال اتصال میدیم به اندازه یک گل. اینجا رو ببینید، یک گل تا اینجا اتصال میدیم. الان بهتون میگم چند تا دونه میشه. زنجیر میزنم و شروع میکنم به اتصال دادن. اینجا گفتم با اون راهی که پای بلند هست باید تمام بکنید. این در حقیقت یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4، این 5، 6، این 7. خیلی خوب، تا اینجا ببینید میرسیم تا این. در حقیقت رو 7 دونی که اتصال دادیم میایم طبق مدل میبافیم، یعنی 4 تا زنجیر و میریم و 2 تا دونه رو جا میذاریم، رو دونه بعدی 4 تا پای بلند میزنیم. 1، این 2، این 3 و این هم 4. مجدداً یه زنجیر و 2 تا دونه جا میذاریم، 1 2 روی این پایه بلند. خب اینو تا کجا میبافیم؟ تا این ور که زیر بغل، تا برسم تا روی این یک دونه تکیه، یعنی این تیکه رو جا میذارم، میبافم، برمیگردم. دوستان ببینید من تا اینجا بافتم، یعنی یک گل رو جا گذاشتم. حالا طبق مدل 5 تا زنجیر، 2 3 4 5 و میام اینجا خوشه 4 پای بلند میزنم. خیلی خوب، پس من اینو میبافم. ببینید اینجا من برای جلو، چون یقش رو میخواستم باز باشه، فقط یک ردیف
گل بافتم و با این هم باز با پای بلندم تموم کردم. اما برای پشت گودیش باید کمتر باشه، برای همین 2 ردیف از این گلها در این قسمت میبافم و بعد میام این قسمت بالاش رو، بالای یقه رو میبافم و اونم باز مثل همین بافته میشه و بهتون باز میگم که چجوری ببافیم. 2 ردیف اینو میبافیم، برمیگردیم. دوستان عزیزم، من 2 ردیف گل بافتم. حالا ببینید به اندازه 2 تا گل فقط اینجا در حقیقت 1 2 3 تا 3 ردیف بافتم. اینجا چون ما گودی یقه رو کمتر کردیم فقط 2 ردیف میبافیم، یعنی همین بافت خودمون هست، فقط 2 ردیف به جایی که کامل ببافیم برای بندای قسمت یقش. ببینید الان اینجا من 4 تا زنجیر میزنم، 1 2 3 4 تا زنجیر میزنم، میرم 2 تا دونه غیر از این 2 تا دونه جا میذارم، بالای این 4 تا پای بلند میزنم، 1 2 این 3 این 4 تا پای بلند، بعدش یه زنجیر، 2 تا جا میذارم، دوباره یه پای بلند اینجا، دوباره یه زنجیر میزنم، 2 تا جا میذارم، 1 2 بالای این 4 تا پای بلند، فقط 2 تا گل میبافم، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا، یک زنجیر میزنم، این 2 تا رو جا میذارم، روی این پای بلند میزنم و 5 تا زنجیر برمیگردم، 3 4 5 برمیگردم. ببینید اینو برمیگردم و 2 تا گل دیگه، 2 ردیف گل اینجا میبافم و نخم رو قطع میکنم. بعد که این کار رو کردم، ببینید اینجا این روی کار من هستش، اینجا از این نخ که این طرف چپ هست متوجه میشم که این روی کارمه. بعد که این کار رو کردم اینجا هم نگاه میکنم، از این جایی که 2 تا گل رو جا میذارم، 2 تا گل رو جا میذارم، از روی این شروع میکنم نخم رو بست کردن و مثل این طرف میبافم. بعد میام بهتون وصل سرشونه ها رو میگم. عزیزان، وقتی که این قسمت رو ما 2 تا ردیفش رو بافتیم و اندازه حلقه آستین ها به اندازه هم شد، روی کارها رو روی هم قرار بدیم، یعنی پشت کار به طرف منه، این طرف هم پشت کار هستش و از پشت کار ما این 2 تا سرشونه رو به هم وصل میکنیم. حالا چجوری وصلش میکنیم؟ میتونیم بدوزیم، میتونیم با اتصال بس کنیم، فرقی نمیکنه. ببینید من الان این نقطه از این بالای این دونه در حقیقت زنجیر سوم این در میارم، نخ رو این حلقه رو در میارم، به این صورت یه زنجیر میزنم، از همینجا شروع میکنم 2 حلقه از این طرف و 2 حلقه از طرف پشت، به این حالت 2 حلقه از این طرف و 2 حلقه از طرف پشت. ببینید اینجا این 2 حلقه، اینجا هم این 2 حلقه میگیرم و به هم وصلش میکنم به این صورت. دوباره میرم دونه بعدی، 2 حلقه از این ور و 2 حلقه از این طرف میگیرم و اینو به هم وصلش میکنم به همین ترتیب تا آخر اینکه این سرشونه وصل بشه به این صورت. ببینید اون ورش هم باز به همین صورت وصل میکنم. اما برای وصل پهلوهاش هم باز همین حالت رو کار میکنم، هیچ فرقی نمیکنه. این 2 تا دونه رو روی هم قرار میدم. حالا من از انتهای نخم استفاده بکنم و برای شما وصلش کنم. ببینید نخ رو وصل میکنم به این حالت. ببینید این اولین در حقیقت زنجیر با اولین زنجیر این برم به همین صورت. سعی کنید که 2 تا حلقه ببرید. بعد
این رو در میارم و اتصال میدم از پشت کار. بعد توی فضای بعد ببینید همه اینها یا پایه بلنده یا دوتا زنجیر هست. برای همین تمام این ردیف توی هر خونه اینطوری روی هم قرارش بدید. دقیقاً توی هر قسمت دوتا اتصال بدید. الان من اینجا دوتا اتصال دادم، برای این یکی دوباره به همین صورت از اینجا و اینجا نخ میگیرم و دوتا اتصال میدم. تو بعدیش هم باز به همین صورت، چون زنجیر بوده دوتا نخ میگیرم، از این برم همینطور به همین صورت دوتا نخ گرفته میشه و اتصال داده میشه. خب پهلوش هم پس به این ترتیب اتصال میدیم. خیلی خب میمونه دور یقه، دور حلقه آستین و لبه پایین. دور یقه و دور حلقه آستین رو حالا هر طوری که خودتون دوست دارید، پای کوتاه بزنید یا اتصال بدید یا مثلا پای بلند بزنید یا پای متوسط. منتها حالا من اینی که وصل کردم بهتون میگم که چجوری پای متوسط بزنید، چون زیر بغلش و یقش مثل هم هست، فقط لبه پایینش فرق میکنه که حالا اونم جداگونه میگم. دوستان من سرشونه رو ببینید به این حالت خیلی هم تمیز بس شد، چون دونه دونه بس میشه تو دوتا حلقه. ببینید نخم همین جاست. حالا اگر نبودم میتونید یک نخ جداگونه وصلش کنید. خب ببینید میتونید دور تا دور یقه را هر کاری که خودتون دوست دارید، پای کوتاه بزنید، پای متوسط بزنید، هر چی دوست دارید بزنید. من اینجا یه زنجیر میزنم. باز اینجا نگاه بکنید، اینا همشون پایه های بلند هستن. توی هر کدوم شما میتونید 2 تا پایه بزنید. همونطوری که بهتون گفتم میتونید پایتون متوسط باشه مثل من به این حالت. نخ زیره رو بذاریم کنار. ببینید به این صورت میتونید پایه متوسط، این یکی، این دوتا، دوباره میریم تو بعدی، این یکی، این دوتا، به همین صورت. ببینید به اینجام که رسیدید 2 تا توی میذارید، اینجا دیگه خودش یه دونه هست، اینا همه یه دونه ای میشه و دوباره میرسه به اون طرف مثل این بر بافته میشه. پس از همین جایی که سرشونه هست من شروع کردم. 1 ردیف، 2 ردیف، هر چی دوست دارید. میخوای یقتون تنگتر بشه 2 ردیف بزنید، 3 ردیف بزنید، حالا یا پایه کوتاه یا پایه متوسط. زیر بغلش هم به همین صورت. وقتی که شما این 2 تا رو به هم وصل کردید، اینجا رو به هم وصلش کردید، از همین زیر بغل شروع میکنید. باز همه اینا تو هر کدوم 2 تا زده میشه. میمونه لبه پایینش که حالا بهتون میگم لبه پایینش. دوستان عزیزم، پهلوها رو که وصل کردیم، قسمت سرشون هم که وصل کردیم، یقه و حلقه آستینش هم که لبش رو بافتیم، ما میمونه لبه پایین رو چه کار کنیم. لبه پایین هم حالا مدل های مختلف میتونید شما کار بکنید، ولی مدلی که من الان کار میکنم ببینید از درز شروع میکنم. نخم همینجا وصلش میکنم، نخ رو به همینجا وصل میکنم، یه زنجیر میزنم و یه پایه کوتاه همینجا. بعد از اون 2 تا دونه جا میذارم. ببینید این 1، این 2. توی دونه سوم از روی کارو میکنم. ببین اینجا رو من وصل کردم، از روی کار میام توی دونه سوم. اول 3 تا پایه بلند میزنم، 1، 2. تو دونه سوم 3 تا پایه بلند، این 1، این 2، این 3. بعد از اون 3 تا زنجیر، 1، 2، 3، یه پیکوت
پیکوت ببینین میبرم توی 2 حلقه و همینجا اتصال میدم، این میشه پیکوت. دوباره توی همین دونه 3 پایه بلند دیگه میزنم. یک حالت لبی قشنگی به این کراپ شما میده. ببینید به این حالت میشه. بعد 2 دونه جا میذارم، دوباره نگاه کنید، این 1 این 2 تو دونه بعد یه پایه کوتاه و این تکرار میشه. دوباره 2 دونه جا میذارم، این 1 این 2 تو دونه سوم دوباره همین کار رو میکنم، یعنی 3 پایه بلند، 1 2 3 پایه بلند و بعد 3 زنجیر، 1 2 3 و پیکوت به این حالت. دوباره توی همین دونه 3 پایه بلند دیگه، 1 و 2 3. بعد میام 2 دونه جا میذارم، 1 این 2 تو دونه بعدی یه پایه کوتاه میذارم. خب به این ترتیب این لبش هم به این صورت به این حالت بافته میشه و یه کار قشنگ میشه. خب انشالله که کار ما تموم شد، انشالله که شما ببافید، استفاده کنید، لذت ببرید، ما رو هم حمایت کنید. سپاسگزارم از توجهتون.